عرض سلام. کلا به دمنوش علاقه زیادی ندارم، ولی اخیراً حس کردم که دمنوش های خاصی هم میتونن مفید باشن. آنهایی که به هر شکل اثبات شده که آنتی اکسیدان دارن بسیار برای مشکلات نوزی آقایان مفید هستش. الان شاید اسمشو میذارن دمنوش آرام بخش، نه نمیدونم، ولی هر چی که آنتی اکسیدان داره قطعا مفیده. من در مورد انواع غذاها و خوراکی‌های و درمان‌های خانگی روی اختلالات نوز صحبت کردم. امروز هم میخوام دوباره ادامه همون بحث رو بگم که چه چیزهایی برای اختلال نوز مضرن، یعنی اگر ما این کارا رو نکنیم ممکنه به اختلال نوز دچار نشیم، یعنی ما رعایت کنیم این مسائل رو. چه غذاهایی؟ ببینید، غذاهای فست فود، غذاهایی که کربوهیدرات بالا دارن، نان، برنج، ماکارونی، اینها کربوهیدرات بالایی دارن و گرفتگی عروق زیاد میکنن و اختلال نوز رو تشدید میکنن. برای همین یه نکته خیلی مهم، اکثر کسایی که میگن ما بعد 50 سال احساس کردیم آلت تناسلیمون کوچیک شده، حس میکنیم اون اندازه‌ای که در دوران میان سالی، حالا مثلا 30 سالگی 40 سالگی بود، الان نیست. ببینین، وقتی تنگی عروق پیدا بشه و نعوز کافی ایجاد نشه، خود به خود آلت تناسلی جمع و چروکیده میشه. در کل قد انسان و کل دستگاه بدن به مرور زمان چروکیده میشن. آلت تناسلی هم از بقیه قوانین بدن مستثنا نیست. اگر درست استفاده نشه، نعوز به موقع نداشته باشیم، قطعاً کوچیکی آلت رو به دنبال خواهد داشت. پس اگر اختلال نعوز دیرینه یا نزدیک یا اخیر ایجاد شد دارید، حتما درمان کنید که دچار اندازه و کوچکی سایز آلت نشید. چه مقدار نعوز باید داشته باشیم؟ ببینین، نعوز طبیعی اینه که در یک خواب شبانه 2 تا 3 بار نعوز کامل ایجاد بشه و هر بار هم نیم ساعت طول بکشه. اگر در خواب شبانه نبوده، خواب بیدار هنگام بیدار شدن صبحگاهی این اتفاق نمیفته، مطمئن باشین عروق آلت تناسلیتون دچار مشکل هست و باید بررسی جدی بشه. غذاها رو عرض کردم، فست فود، کربوهیدرات، روغن زیاد، چربی ها و همون غذاهایی که برای بیماری قلبی همکاران محترم متخصص قلب ما توصیه میکنن، اینجا هم ما توصیه میکنیم که کمتر استفاده بشه تا اختلال نعوز ایجاد نشه یا به تأخیر بیفته. بالای 70 یا 80 سال که دیگه فعالیت جنسی بسیار کاهش پیدا میکنه. واقعا ما انتظار نداریم یه آدم 55 ساله اختلال نعوز پیدا کنه. توصیه میکنم، باز هم در ویدیو قبلی هم گفتم، ورزش، داروهای پیشگیری کننده، حتی همین دمنوشایی که عرض کردم، دمنوشایی که آنتی اکسیدان دارن. خیلی ها طب مکمل، طب سنتی، خیلی چیزا پیشنهاد میکنم. من هیچ اطلاعاتی از این علم ندارم، نه توصیه میکنم نه رد میکنم، اما درمانهای طبیعی و خانگی رو بسیار بسیار باهاش موافقم. همه ما میدونیم که مثلا لیمو ترش آنتی اکسیدان داره، خرمالو آنتی اکسیدان داره، گوجه فرنگی آنتی اکسیدان داره. هر چی که آنتی اکسیدان داره قطعا برای بدن مفیده، برای سیستم تناسلی هم مفیده و من توصیه میکنم و هیچ ربطی به دفاع یا رد یک علم دیگری نیست. به هر حال پیاده روی و ورزش هوازی به اندازه نیم ساعت تا 40 دقیقه در روز میتونه اختلال نعوز رو حداقل 10 سال به تأخیر بندازه. آرزو میکنم همیشه حال دلتون خوب باشه.